بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه قبل با اهمیت طهارت در دین اسلام و فقه اسلامی آشنا شدید. اما طهارت در شریعت اسلامی به چه معناست؟ طهارت چه معنا و مفهومی دارد؟ طهارت در شریعت اسلامی بر چند قسم است؟ به صورت کلی در زبان عربی کلمه طهارت به معنی نظافت هست. نظافت یعنی پاکیزگی، یعنی پیراستگی، یعنی پاک بودن، بری بودن از نجاسات. این معنی لغوی طهارت در زبان عربی است. پس بنابراین وقتی که میگوییم که باید طهارت داشته باشیم، به این معنی هست که باید تمیز باشیم، نظافت داشته باشیم، پاکیزه و پیراسته باشیم. و در شریعت اسلامی، یعنی در مبحث احکام فقهی در شرع اسلامی، طهارت یک تعریف اصطلاحی دارد. تعریف اصطلاحی یعنی این که این تعریف برای فقه اسلامی هست. وقتی که ما در مورد طهارت در فقه اسلامی بحث می کنیم، معنیش این هست که طهارت یعنی زدودن حدث. زدودن حدث و حدث به معنی حالتی که با آن نماز خواندن جایز نیست. اصطلاح فقها این هست که میگویند حدث. اصل حدث به معنی اتفاق، به معنی رخ داد، کنایه از قضای حاجت هست و دستشویی رفتن که بعد از آن گویا اتفاقی افتاده و باید طهارتی حاصل بشود، باید وضوئی گرفته بشود. پس بنابراین تعریف طهارت در فقه اسلامی و در شرع به معنی ازاله و از بین بردن آن حالتی هست که با آن نماز خواندن درست نیست. ازاله حدث از بدن انسان و ازاله و زدودن نجاست عینی از بدن یا لباس یا مکان نماز یا هر چیز دیگر. نجاستی که دیده می شود، مانند خون فرض بکنیم، مانند مدفوع و ادرار و بقیه موارد که دیده می شود، مشاهده می شود. زدودن این گونه موارد از بدن، از لباس، از وسایل زندگی، از محل زندگی، این به معنی طهارت هست. از تعریف طهارت حتما شما هم متوجه شدید که طهارت بر دو قسم است. طهارت در شریعت اسلامی و در فقه اسلامی و من جمله فقه حنفی بر دو قسم است. قسم اولش طهارت حکمی و نوع دومش هم می شود طهارت حقیقی. اگر از شما پرسیدند که طهارت چند قسم دارد، میگیم دو قسم دارد. قسم اولش طهارت حکمی هست و قسم دومش طهارت حقیقی هست. طهارت حکمی رو معمولاً فقها این گونه تعبیر می کنند که طهارت از حدث. ما دو چیز رو در اینجا دارند. یک چیزی حدث هست، عرض کردم که حدث به معنی یک اتفاق، یک رخداد، به این معنی که انسان قضای حاجت کرده، این حدث هست. و مورد دیگر خبث. خبث به معنی نجاست، نجاستی که شما آن را می بینید، محرز هست، مشاهد هست، قابل لمس هست، قابل درک هست که اینجا نجاستی وجود دارد. پس بنابراین طهارت از دیدگاه فقه حنفی بر دو قسم است: طهارت حکمی و طهارت حقیقی. طهارت حکمی یعنی چی؟ یعنی این که در ظاهر هیچ گونه نجاستی وجود ندارد. بر دست انسانی که باید وضو بگیرد میبینیم دستش پاک هست، شاید دست خودش هم کاملا با آب شسته، اما چون که کاملا وضو نگرفته ما میگیم که هنوز طهارت ندارد، این دست طهارت ندارد، پاک نیست. اما در ظاهر قضیه وقتی که ما نگاه میکنیم اصلا اینجا نجاستی وجود ندارد که آن را بخوایم پاکش بکنیم.
این طهارت حکمی هست، یعنی این که شریعت اسلامی حکم کرده که در این صورت باید دست، صورت، پاها باید شسته بشوند. چون که شریعت حکم کرده که شسته بشود، پس بنابراین نامش هم هست طهارت حکمی. اما طهارت حقیقی واضح هست، قابل مشاهده هست، قابل درک هست با عقل، که در اینجا نجاستی وجود دارد، خونی وجود دارد، ادراری یا نجاستی دیگر وجود دارد، باید پاک بشود. پس بنابراین طهارت به معنی پاکیزگی و نظافت هست و تعریف طهارت یعنی ازاله حدث از بدن و ازاله نجاست از بدن یا لباس یا مکان یا هر چیزی دیگر. به صورت خلاصه طهارت در فقه حنفی بر دو قسم هست: طهارت حکمی و طهارت حقیقی. در درس‌های بعدی انشاءالله انواع این دو طهارت را و مسائل بیشتری رو در این زمینه انشاءالله بیان خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.